استین جابز نام آیفون را با دو دلیل انتخاب کرد. اول آنکه استین جابز گیاهشناس بود و سه باشد میوه دوست داشته‌اش. اما دلیل دیگر هم دارد. نام شرکت آن پیشتر از شرکت اتاری قرار می گرفت. استین جابز و استین یارز تنها اساسگزار این شرکت نیستند. آنها سه نفر بودند. یک نفر با نام ران لاین بود. ران لاین بعد 12 روز سهم خود را با نرخ $800 فروخت. گذاشتن آی در شرکت آیفون اشاره به اینترنت بود و نخستین بار در وقت نمایش آی مک در سال 1998 از طرف استین جابز انجام شد. ساعت 9:41 که در بالای تلفن های آیفون باشد، این وقت هم دلیل دارد. ساعت 9:41 استین جابز در سال 2007 آیفون را با جهان معرفی کرد.